این الان اسکلت کار منه و من باید به این فیلم خامم یه سری چیزا اضافه بکنم. مثلا متن باید اضافه بکنم، یه سری استیکرها، یه سری موشن گرافیا و حتی صدای خودم رو اضافه بهش بکنم که میخوام روش تدریس بکنم، توضیح بدم. و یه چیز دیگه که خیلی فیلمتون رو جذاب میکنه استفاده از یه موزیک مناسب برای فیلمتونه. کلاً کلیپ هایی که یه موزیک خوب روشون هست خیلی جذاب ترن برای مخاطبین شما، برای بیننده های شما و کار شما رو یه مقدار حرفه‌ای تر میکنه. خب حالا شروع میکنیم. من تک تک گزینه‌های این بخش رو میخوام توضیح بدم. این دایره‌ای که اینجا میبینید، بخش اول مدیا که گفتیم شما هر چیزی رو که بخواین میتونید وارد بخش مدیا بشید و اون رو وارد بکنید. هر فایل تصویری مثل عکس و فیلم رو میتونید وارد بکنید. خب به فرض من میخوام اول کلیپ خودم، یعنی قبل از اینکه این فیلم اصلیم پخش بشه، یه دونه اینترو اصطلاحاً بهش میگن، یه افتتاحیه برای فیلم خودم داشته باشم. شما هر کلیپی رو که ببینید، هر فیلمی رو که ببینید، ابتدای اون فیلم یه دونه اینترو قرار داره که حالا معرفی اون کلیپ، معرفی اون فیلمه. حالا تو کار ما معرفی اون درس، مثلا میخوایم بگیم درس آب و هوا، بعد اسم خودمون بیاد، اسم مدرسه‌مون بیاد، یا مثلا یه لوگو موشنی از اون لوگویی که داریم پخش بشه. دقیقا مثل همین فیلم آموزشی که دارید میبینید، اول فیلم یه اینتروی داشت، یه افتتاحیه‌ای داشت، بعد حالا اومد فیلم من پخش شد و حالا تدریس من شروع شد. توی فیلم‌های سینمایی یا سریال‌ها هم دیده باشید، اول فیلم‌ها معمولاً یه افتتاحیه‌ای داره که حالا اسم اون فیلم، اسم افرادی که داخل اون فیلم هستن و توضیحات دیگه‌ای که مربوط به اون فیلم میشه رو داخل اون افتتاحیه یا اصطلاحاً اینترو قرار میدم. خب من برای ساخت این میرم توی بخش مدیا، چون میخوام یه دونه بک‌گراند بیارم اول صفحه خودم، اول کلیپ خودم، و روی اون شروع بکنم به نوشتن یا در واقع اضافه کردن استیکر یا هر چیزی. دوباره مدیا رو میزنم. گزینه اول ایمیج، اینجا فولدر اول، اون رو کلیک میکنم. این بخش مربوط میشه به عکسایی که شما میتونید از داخل خود نرم افزار اونا رو دانلود بکنید. خب احتمالاً یه سری از اینا رو برای اولین بار که وارد نرم افزارتون بشید ببینید، مثلا یه سری از بک‌گراندایی که اینجا هست. ولی اگه بخواین عکسای بیشتری رو اضافه بکنید، مثلا این محیطی که من الان داخلش هستم، برای اینکه عکسای بیشتری، بک‌گراندای بیشتری رو اضافه بکنید به این بخش از نرم افزار، میتونید وارد بخش فروشگاهیش یا asset استورش بشید. یکی از بخش‌های جذاب نرم افزار کاین مستر همین بخش asset استوره که اون رو تبدیل میکنه به نرم افزار فوق‌العاده. یعنی شما هر چیزی که بخواید، مثلا ما اینجا بک‌گراند میخوایم، خیلی راحت با اینترنت روشن وارد بخش استور میشیم و هر کدوم از این بک‌گراندها رو که خواستیم دانلود میکنیم. مثلا من این بک‌گراند رو خوشم اومده، میخوام برم داخلش. این پایین برای من یه سری نمونه نشون داده از اون بک‌گراندی که اونجا هست که من میتونم اون رو ببینم. برای نصب این بک‌گراند فقط کافیه دانلود رو بزنید، شروع میکنه به دانلود کردن اون فایل. وقتی دانلود اون فایل تموم شد، خودش اتومات اون رو براتون نصب میکنه و دیگه شما لازم نیست کار خاصی بکنید. دوباره من برمیگردم. این فقط برای بحث بک‌گراند و عکس نبود. شما تو نرم افزار هر چیزی که بخواین، حالا جلوتر میریم، مثلا افکت‌های مختلف، ترانزیشن‌های مختلف و حالا استیکرها رو اینجا داریم. تمام اینا رو با هم دونه به دونه بحث میکنیم. من برمیگردم توی بخش ایمیجم، میبینید این بک‌گراندها برای من اینجا اضافه شد. حالا من میام توی لیست خودم یه دونه بک‌گراند رو به عنوان نمونه انتخاب میکنم.
به فرض این بک‌گراند. خب وقتی روش ضربه میزنم میره و وارد تایملاین من میشه. من دیگه با این کاری ندارم، میبندمش. این بک‌گراند الان وارد تایملاین من شده. من اگه پلی بکنم به هر اندازه‌ای که این عکس من تایم داشته باشه توی نمایش من، توی فیلم من پخش میشه. خب این حدود 4 ثانیه است نمایش این عکس یا این بک‌گراند. من میتونم اینو افزایشش بدم، مثلا نگاه کنید الان 15 ثانیه است، یا اینو کاهشش بدم روی 1 مثلا، که من میذارم رو همون 4 بمونه. برای همه عکس همینطوره. یعنی شما برای اینکه بازه نمایش اون عکس رو کم و زیاد بکنید میتونید روش کلیک بکنید و اون رو به هر میزانی که میخواین تنظیم بکنید به این شکل. خب حالا جلوتر که بریم، من میام تو همین بک‌گراندی که هستم متن خودم رو مینویسم. اگه نیاز داشته باشم به استیکر خاصی، به موشن گرافی خاصی اون رو اضافه میکنم. فعلا میرم وارد بخش بعدی میشم، بخش لیر. خب بخش لیر مربوط به چی میشه؟ شما لایه های مختلفی رو میتونید روی فیلم اصلی خودتون قرار بدید. حالا این یعنی چی؟ این پایین توی تایملاینتون تو لایه اول شما فیلم اصلی خودتون رو دارید، همین کلیپ هایی که اینجا قرار دارن. تو لایه اول فیلم های اصلی خودتون رو دارید و حالا شما روی این فیلم اصلی میتونید یه سری چیزا اضافه بکنید روی این، یعنی توی لایه بعدیش. مثلا یه لوگو بندازید روی فیلمتون، یا مثلا یه استیکر وارد بکنید، یا یه دونه تکست وارد بکنید. تمام اینا میاد روی لایه های بعدی رو فیلم اصلیتون میشینه. خب من الان دوباره برم تو لیر، بخش اول مدیا. این مدیا رو با مدیای اصلی که اینجا داشتیم اشتباه نگیرید. مدیای اصلی میاد اون فیلم یا عکس رو توی لایه اصلی من، یعنی تو لایه شماره 1 من وارد میکنه. همین فیلم هایی که اینجا میبینید اینا همه توسط این بخش مدیا وارد تایملاین من و توی لایه اول من قرار گرفتم. خب به فرض من بخوام یه عکس یا یه فیلم رو تو لایه بعدی قرار بدم، مثالش چی میشه؟ به فرض من بخوام لوگوی خودم رو یا مثلا لوگوی مدرسه‌مون یا آموزشگاه خودمون رو روی فیلمم قرار بدم. خیلی راحت گزینه اول مدیا رو انتخاب میکنم و میام یه عکس رو یا فیلم رو، هیچ فرقی نداره، انتخاب میکنم. مثلا من این لوگوی مؤسسه حامیان دانش رو انتخاب میکنم. همونطور که میبینید تو تایملاین این الان اومده توی لایه دوم. چرا؟ چون من نیومدم از این مدیای اصلی اون رو انتخاب کنم، اومدم توی بخش لیر که مربوط به لایه های بعدی تایملاین من میشد و گزینه اول که مربوط به فیلم یا عکس بود که توی بخش مدیا هست انتخاب کردم و رفتم یه عکس رو وارد تایملاین خودم کردم. گفتم میتونید یه دونه فیلمم وارد تایملاین بکنید، هیچ فرقی نداره. مثلا برای مثال من این رو وارد میکنم، میبینید روی فیلم اصلی من قرار میگیره. من میتونم اون رو کوچیک یا بزرگ بکنم یا اون رو بچرخونم. حالا مثلا بیایم برای همین این بحث بکنیم. به فرض من میخوام لوگوی خودم رو بندازم گوشه فیلمم، این بالا گوشه فیلمم، اونو سایزش رو تنظیم میکنم و مدت زمان پخش این رو شما میتونید تنظیم بکنید. الان این حدود 4 ثانیه برای شما پخش میشه. به فرض شما بخواین این رو روی تمام کلیپتون بندازید. خب خیلی راحت من میام با استفاده از این قسمت زرد رنگ اونو میارم ابتدای فیلمم و قسمت بعدی رو هم میبرم تا انتها. فهمن قبلش این فیلمی رو که اینجا انداخته بودم یه توضیح بدم. نکنید من اینو پلی بکنم این فیلمی که
از بخش مدیا توی قسمت لیر واردش کردم داره روی فیلم اصلی من پخش میشه که حالا با این کاری ندارم، پاکش میکنم، میام این لوگوی خودم رو میگیرم و اون رو تا انتهای کلیپ میکشم به این صورت. خب فیلممو که من پلی بکنم میبینید گوشه بالا لوگوی من روی فیلم اصلیم داره نمایش داده میشه. خب این از بخش مدیا. یه بخش دیگه داریم افکت. افکت چی هن؟ برم واردش بشم. توی این بخش شما افکت های مختلف تصویری رو میتونید ببینید. احتمالاً برای اولین بار که بیاین فقط این بخش بیسیک افکت رو داشته باشید، ولی میتونید وارد بخش فروشگاهی نرم افزار بشید، asset استور، و افکت های بیشتری رو دانلود بکنید. من وارد asset استور که میشم میبینید توی بخش افکتش که با FX نمایش داده شده کلی برای من اینجا افکت وجود داره. مثلا توی بخش آرتیستیک میبینید بخوام مثلا فیلممو پیکسل بکنم، اونو به حالت نقاشی یا کارتونی در بیارم، اونو سیاه‌سفیدش بکنم، تمام این افکت‌ها اینجا قرار داره. مثلا قسمت بعدی بلر، برای بلر کردن، برای تار کردن قسمت‌هایی از فیلم. مثلا گزینه بعدی کالر، افکت‌های رنگی داره برای من، میتونم از اونها استفاده کنم. یا مثلا دیستورشن که یه اعوجاجی توی فیلم من ایجاد میکنه. شاید مثلا تو کلیپ‌ها دیده باشید یهو مثلا صورت افراد شکل عجیب غریب پیدا میکنه. اونا رو خیلی راحت با این سری از افکت‌ها میتونید انجام بدید. هر کدوم هم که خواستید گفتم روش کلیک میکنید، اینجا دانلود رو میزنید، براتون دانلود میشه و اضافه میشه به بخش افکت‌های نرم افزارتون. معمولا تمام این قسمت ها یه پیشنمایش داره. شما اگه فیلمش رو پخش بکنید بهتون نشون میده کاربردهای اونو و نمایش اون در واقع افکت رو نشون میده بهتون به این صورت. مثلا بخش بعدی گلیچ، افکت های مربوط به گلیچ، مثلا نویز تلویزیون یا از این سری از افکت ها. اگه قبلا نصبش کرده باشید، دانلودش کرده باشید، اینجا براتون اینستالد نمایش داده میشه و بقیه رو هم میتونید خودتون چک بکنید و اون افکتی که مد نظرتون هست رو انتخاب بکنید.